ما درخواست ها و پیشنهادات زیر را از همه طرف های زیرفت به شمول امارت اسلامی افغانستان داریم. جامعه جهانی باید شعار بشردوستانه خیش را در عمل پیاده نموده و با یک صدا خواهان آزادی پول ما شود. امریکا باید پولهای منجمد شده افغانها را هرچه زودتر بدون هیچ قید و شرط آزاد کند، زیرا پول یاد شده حق ملت است و دارایی خصوصی هیچ شخص یا دولت نمی باشد. افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات بیشتر روبرو هستند و جهانیان در زمینه خاموش و بی‌طرفی ننمایند. باید از هر گونه کمک انسانیشان دریغ نورزند. مهاجرت افغانها به اروپا و سایر نقاط جهان موضوع همواره مورد بحث ادارات مهاجرت و سازمان ملل متحد بوده است که این حالت به اثر فقر و ناچاری از کنترل خارج خواهد شد که بر ثبات اجتماعی جهان نیز تاثیر خواهد گذاشت. باید برای رهایی هرچی سریعتر پول ملت افغانستان اقدام شود تا اروپا نیز از خطرات محسوس نجات یابد. سازمان ملل متحد و بانک جهانی به عنوان مسئولین مستقیم باید برای بحرانی که بر سر افغانها آمده است راه حل دریابند و ایالات متحده امریکا را قانع بسازد که منجمد نگه داشتن پول ظلم بالای افغانها است و خطرات این ظلم به تمام جهانیان گسترش می‌یابد.